در این قسمت ما یه لایبرری داریم که با کلیک کردن لایبرری میتونیم به این قسمت دسترسی پیدا کنیم که خود لایبرری به چند بخش دسته‌بندی شده. متریال رو داریم. اول ابجکت ها رو توضیح میدیم یا asset هایی که میتونیم داخل پروژهمون اضافه بکنیم. ما در این قسمت میتونیم این صحنه ماده‌ای که قرار داره رو دیلیت بکنیم. به این صورت. لندسکیپ اگر انتخاب کنی یه فلت داریم و یه حالتهایی مثل کوه رو داریم. اگر فلت رو انتخاب کنم و درک کنم داخل صحنه میبینیم که همچین فضایی رو داریم. و اگر این قسمت رو انتخاب بکنیم به صورت ببینیم یه سری صحنه هایی رو میاره که حالت کوه پایه و کوه داره. اگر قسمت تریز رو انتخاب بکنید میتونید درخت مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و در فضای کاری با کلیک کردن در هر نقطه قرارش بدید. میتونید در این که دارید قرار میدید موقعیتش هم عوض بکنید. قسمت بعدی گراس که میتونید چمن ها رو اضافه بکنید. حالت های مختلف چمن رو میبینید به این صورت. باز اینجا یه سری آیتم های دیگه برای فضای سبز. پس حالت های مختلف چمن و فضای سبز رو از این قسمت میتونید اینجا داشته باشید. توی قسمت آبجکت انواع آبجکت ها مثل هوم، سیتی، اشکال اولیه یا پریمیتیو و انواع پارتیکل ها مثل دود و آتش رو اینا رو اضافه بکنید. اینجا میتونید آب رو اضافه کنید، درهای مختلف و صدا تو صحنتون بذارید و الی آخر. و اگر به اینترنت هم وصل باشید و فیلتر شکنتون هم روشن باشه از این قسمت میتونید موارد دیگه‌ای که قرار داده شده رو دانلود بکنید. هر کدومو که نیاز داشتین ازش استفاده بکنید. فقط کافیه یه مقدار داخل اینها کار بکنید و جستجو بکنید میبینید که انواع آبجکت ها رو داره و میتونید توی کاراتون استفاده بکنید. بعد وقت بذارید و با اینا که بتونید کار بکنید. توی قسمت سیتی ما یه سری فضای شهری داریم، المان های فضای شهری که برای پارک و فضاهای شهری و اینا استفاده میشه. در پروژه های لندسکیپ و پارک و خیابون میتونیم از اینا استفاده بکنیم. پس المان های شهری رو شما میتونید از اینجاها استفاده بکنید.
قسمت کانستراکشن برای ساخت و ساز هست. مثلا میخواید دپوی مساله رو توی یه پروژه‌ای نشون بدید، بر فرض یه همچین چیزی به این صورت که میتونید هر کدوم از این رو به صورت مجزا انتخاب بکنید و حرکت بدید. اینطوری نیستش که همشون با هم باشه، و یا اینکه حتی دیلیت بکنید. از اینایی که به صورت مجموعی هستن، هر کدومشون به صورت جدا میتونید انتخاب بکنید، کپی کنید، موو کنید و یا هر کاری که دوست داشته باشید. قسمت بعد پریمیتیو هستش. توی قسمت پریمیتیو یه سری آبجکت های به صورت احجام خام وجود داره. یه مدل سازی های بیسیک رو میتونید انجام بدید توی این قسمت و خیلی به قول معروف به این صورت. و البته اینا رو جدا هم میشه بعدا حالا متریال بدید و به کار ببرید. و البته اندازه های اینا هم باز میتونید تغییر بدید در این قسمت و یا اسکیلش رو تغییر بدید. یه مدل سازی خیلی ابتدایی رو شما توی ماشین میتونید انجام. قسمت دکاس برای شما میتونید یه تصویر رو روی یک سطحی قرار بده و جزئی از اون عنصر میشه. و فرض من میخوام قدیم بودن یه دیوار رو نشون بدم. به عنوان مثال یه همچین چیزی. به جای اینکه مدل سازی کنی و اینکه حجم پروژهتون سنگین شه، از این قسمت میتونی استفاده کنی و توی پروژهتون به کار ببرید. پس اینا به صورت تصویر هستش و حجم نیست و خیلی هم سبک هست. ببینید هر کدوم از اینا یه نماد دارن. ببینید اینایی که الان اینجا میبینید نماد ایناست. دکمه جی رو توی کیبورد اگر فشار بدی این نماد هاید میشه، یعنی هاید میشه یا نشون داده میشه. حالا یه موقع پروژهتون هست میخواید تو همین صفحه به کسی نشون بدید، میتونید دکمه جی رو بزنید که این نمادها به این صورت هاید بشه، دیگه نشون داده نشه. قسمت بعدی پارتیکل هستش که میتونید انواع آتش و دود رو، بخار یا حالا هر چیز دیگه ای رو در پروژه ها نشون بدید و قرار بدید و شریک سازی کنید به این صورت. قسمت واتر جت شما حالت
فواره مانند داره و میتونید به این صورت اینو شبیه سازی کنید که اینا قابلیت انیمیشن هم همگی دارن. توی قسمت واتر شما میتونید یه باکسی رو به عنوان واتر انتخاب بکنید و این قابلیت باز اسکیل داره. میتونید بزرگ و کوچیکش کنید به این صورت. قسمت ساوند شما میتونید انواع صداهای مردم، صداهای طبیعی، صداهای شهری رو تو پروژهتون انتخاب بکنید و هر کدوم رو که بذارین توی پروژه وقتی که با یه شعاعی به اون قسمت نزدیک میشین این صدا رو پخش کنید و صداها پخش میشه. اگر توی روند انجام پروژه صدای مختلف مثلا گذاشتیم و شما رو اذیت کرد، شما میتونید در قسمت Edit Preference و قسمت Appearance ساوند رو غیر فعال و فعال. اگر اینجا ساوند رو بزنید دیگه به صورت موقت ساوند غیر فعال میشه و دیگه این وقتی نزدیک این صدا میشه صداش آزارتون نخواهد بود. قسمت بعدی دورسه، یه سری درهای آماده میتونید انتخاب بکنید و در پروژه قرار بدید. ببینید وقتی نزدیک این فضا قرار میگیریم در خود به خود باز میشه. ببینید هر کدوم از این درهای دامنه‌ای دارن که میتونه این دامنه به این دامنه که نزدیک شدید میتونه در باز بشه که این دامنه هم شما میتونید تغییر بدید. میتونید نوع در دستگیره هاش رو و مدلای در رو هم میتونید اینجا تغییر بدید، ارتفاعش رو و بقیه موارد رو هم تا یه حدی میتونید تغییر.